سلام، من یاسر هستم از شاگردان استاد اسدبگی عزیز. از طریق این ویدیو خواستم از تلاش بی‌دریغ و دلسوزانه استاد تشکر کنم. من نمره آیلتس 6 رو داشتم و با شرایط امتحان آیلتس آشنا بودم، اما به نمره بالاتری نیاز داشتم و به دلیل محدودیت زمانی تصمیم گرفتم امتحان تافل رو بدم. از طرفی امتحان تافل به صورت اینترنتی و آنلاین بود که خودش خیلی استرس بهم وارد میکرد و همچنین میشنیدم که ممکنه این امتحان از طریق ETS کنسل بشه و امتحان رد بشه که خودش استرس مضاعفی بهم وارد میکرد. اما با آموزش ها و دوره استاد اسدبگی عزیز و تکنیک هایی که بهم یاد دادن و همچنین سمپل های متعددی که با هم کار کردن، خدا رو شکر در کوتاه‌ترین زمان تونستم نمره 106 تافل رو کسب کنم و جا داره دوباره از استاد اسدبگی عزیز تشکر کنم.